میگویند خداوند همه گناه را عذابش در روز قیامت میکند. كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء الى يوم القيامه. همه گناه خداوند عذاب روز قیامت میکند. انسان نوکردگی این شب خواب نرفتگی خلاص نمیشد. انسان اینما پیشواز گرفتگی ها مسلمانای بیناموس فقط خدا را عذابش خلاص نمیشد. اینها دین فروشند، اینها ملت فروشند. اینها سال پیغمبر خوشان تولد چه جشن نمیگیرند. سال پیغمبر یونسان خواب نرفته خانه به خانه یافته میکنند. این دیوسا این بیناموسان خدا فقط عذاب میکنند. سال نو سال کیاست؟ شبیه 31 دکمبر پیغمبر شما تولد شده بود که خواب نرفته این شب